راز زندگی موفق زن و مرد در جنگیدن نیست، در رقصیدن است. راز اول، همتیمی باشید نه حریف. زندگی میدان جنگ نیست. وقتی مشکل پیش میاد دشمن همدیگه نیستین، مشکل دشمن مشترک شماست. شانه به شانه هم بایستید. راز دوم، زبان عشق همدیگر را یاد بگیرید. عشق تو چیه؟ کلام تایید، هدیه، وقت گذروندن، لمس یا خدمت. همین امروز زبان عشق همدیگر رو بپرسید و معجزه رو ببینید بر اساس کتاب 5 زبان عشق. راز سوم، فضای رشد شخصی بدین. عشق موفق قفس نیست، بال و پروازه. به همدیگه فضا برای رشد فردی، رویاها و دوستان مستقل بدید تا با هم رشد بکنیم، نه اینکه درجا بزنیم. راز چهارم، قدردانی رو فراموش نکنید. به چیزهای کوچیک هم توجه بکنید. یه مرسی بابت قهوه‌ای که درست کرد یا یه دست در نکنه بابت کمک کردن سوخت رابطه شماست. راز پنجم و طلایی، دوست هم باشید. پاینده ترین رابطه هایی هستن که در اونها دوستی عمیق تری از عشق وجود داره. شریک شادی ها، غم ها، خنده های هم باشید.